اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما درس عملی قرائت سوره فاتحه رو برای شما بگذارونم. اما پیش از اون که این درس عملی رو شروع کنیم، من میخوام بعضی اشتباهات هایی که در درس های تجوید کردم اونها رو اصلاح کنم. خب درباره حرف حمزه میخوام برای شما درست‌تر و کاملتر بفهمونم که اصل حرف حمزه حرف قین هست. قین. خب و وقتی که حرف حمزه ساکن شود اون وقت حلق به همین شکل می شود، یعنی حلق بسته می شود. و وقتی که حرکت دار شد به این شکل، یعنی باز می شود حلق. مثال حمزه ساکن من السماء، من السماء، من السماء، دیدن حلق بسته می شود، دیگه آواز نمی براید. و حرکت دارش من السماء، من السماء، من السماء، یعنی حلق باز می شود. و این را من کم اشتباه کردم که گفتم که وقتی حرف حمزه ساکن شد این طور خوانده می شود سماء بی. این خطا است، زیرا اینکه وقتی که حرف حمزه ساکن شد حلق بسته می شود، دیگر آواز نمی براید و شکل درستش این است سماء. سماء این بود تلفظ حرف حمزه، یعنی ساکن و با حرکت. و حرفی ها که است در هر حالت باز می باشد حلق، یعنی چی ساکن باشد چی حرکت دار. مثال اه، دیدن حلق باز و با حرکت ها، هی، هو، این هم باز. و درباره بعضی صفات های حرف های زبان عرب رو میخوام برای شما درست‌تر بفهمونم. مثالی درباره حرف شدت من برای شما فهمونده بودم که وقتی که حرف های شدت با تشدید بیاین چه خیلی خوانده می شود، اما حرف های شدت رو که چه خیلی با ساکن بیاید چه خیلی خوانده می شود، این رو برای شما من نفهموندم. وقتی که حرف های شدت ساکن بیاید، ساکن دار یعنی باشد، اون وقت صدا قطع می شود. مثال حرف تا میت، 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 دیدن در حرف تا صدا قطع شد میت، میت، دیگر یعنی ادامه پیدا نکرد صدای حرف تا میت. اما بر ضد صفت شدت یک صفت دیگر است که بر ضد صفت شدت است، آن را رهوت می نامند. رهوت نرمی و سستی را گویند. در صفت رهوت البته در حالت سکون صوت ادامه یافته جریان پیدا می کند که زمان بیشتر را در بر می گیرد، ولی در شدت صوت بازداشته شده به جریان صوت زمان کمتر را در بر می گیرد. حرفای رهوت اینها هستند: ث، ح، خ، ذل، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ضا، غین، ف، ه، و ی. اینها وقتی که ساکن باشد آوازشان ادامه پیدا میکند، یعنی شدت قطع میشد اما اینها ادامه پیدا میکنند. مثال سین ساکن است مس، 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 دیدن وقتی که سین ساکن رو تلفظ میکنیم آن وقت چی آوازش ادامه پیدا میکند مس، مس. اما شدت که بود میت، میت، صدا قطع میشود. فهمیدین؟ رهوت که باشد وقتی ساکن شود بیس، وقتی در اینها صدایشان در وجودی که ساکن هستند ادامه پیدا میکنند آوازشان، اما در شدت صدا قطع میشود. و بعض حرفای دیگر است که ما بین شدت و رهوت هستند که با عباره دیگر ادامه صوت به شکل کوتاه‌تر از رهوت و درازتر از شدت را به حد میانه آن صفت بین رهوت و شدت مینامند. حرفای صفت متوسط 5 عدد می باشد. حرفایی که بین شدت و رهوت هستند 5 عدد می باشد. حرف را، عین، لام، میم، نون. اینها که وقتی که ساکن اینها شوند نه مثل رهوت دراز یعنی ادامه پیدا میکنه آوازشان و نه مثل شدت قطع می شود. پس بین اینها مثال بالفرض شدت یک حرکت، رهوت 3 حرکت و اینها 2 حرکت می شود. مثال این رو برای شما فهموندم. مثال حرفی را، هر نه قطع شد و نه مثل رهوت دراز شد، یعنی ما بین شدت و رهوت. مثال نون این نه قطع شد و نه صدایش مثل رهوت بسیار یعنی ادامه کرد، نه قطع شد و نه دراز ادامه کرد. پس ما بین اینها. فهمیدین؟
همین ها رو خواستم برای شما میفهمونم و الان میخوایم درسی عملی رو شروع کنیم. پس شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. این بود درس عملی قرائت سوره فاتحه و انشالله میدونم که اون درسای تجویدی که شما آموختید آنها را در قرائت کردن قرآن کریم عمل کنید. چیزی که درست است از جانب الله بزرگ سبحانه و تعالی و چیزی که اشتباه و خطا است از جانب بنده. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.